Bonjour à toutes et à tous, c'est moi Amir Golrahi et j'espère que vous allez bien. سلام به شما دوستای خوبم. در این ویدیو میخوایم در مورد لموا دلنه صحبت کنیم، یعنی ماه‌های سال. موا به معنای ماه و لنه به معنای سال. Les mois de l'année. Alors on va voir ensemble. با هم میبینیم. خب به عنوان ماه اول ژانویه. خب نکات خوندنش ژانویه خونده نمیشه. ژانویه. فوریه. مارس اس خونده میشه. به عنوان استثنا میتونیم در نظر بگیریم چون معمولا حروف آخر کلمات در فرانسه خونده نمیشن اما اینجا خونده میشه. مارس. اوریل ال خونده میشه. اوریل. می ا و ای در فرانسه صدای ا میده. می پس این موقع مثل انگلیسی نگیم به این می سه می ا ای صدای ا میده. می ای ان سه ان جوان ژوئیه ژوئیه آی و دو زلی که بعدش میان باعث میشه این اله خونده نشه و صدای یه بده. ژوئیه. خب برای خوندن این ما دو تا راه داریم. یکی اینکه ت خونده بشه، یکی اینکه ت خونده نشه. حالا اگه خونده نشه چجوری میشه؟ او یا ت رو بخونیم اوت. هر دوی اینها درسته. این اکسان سیرکمفلکس چیه اینجا؟ شاید سوال پیش بیاد. خیلی مهمه. توی دیکته باید نوشته بشه ها. چه تأثیری داره توی خوندن ما؟ سوال از من شده توی دایرکت که این اکسانا چه تأثیری دارن. اینجا مثلا اکسان سیرکمفلکس این قبلا یه دونه اس بوده و تبدیل شده به این و توی خوندن اینجا هیچ تأثیری شاید آنچنان نداشته باشه چون ا و او هم به تنهایی صدای او میدن. او یا اوت. سپتامبر سپتامبر او که خونده نمیشه. اکتبر نوامبر دسامبر. بله لموا دلنه این هم دیدیم اومد بالا. دسامبر. آقا یه نکته اینجا خیلی مهمه توی خوندن. این اکسان داره این نداره ولی دوتاشون هم او دیگه. دسامبر اینی که داره این اکسانه باعث میشه این صدای ا بگیره به خودش. دسامبر. ولی این که نداره این دوتا ترکیبا با هم میشن دسامبر. این است جذابیت زبان فرانسه. دسامبر. Merci pour votre attention bien sûr. ممنون از توجهتون. این بود ماهای سال. خب مسلما هر چقدر که ما بتونیم اینو تکرار بکنیم، تمرین بکنیم، هم تلفظ درستشون رو خب هم ترتیبشون رو اگر بلد نیستیم احتمالاً بیشتر برامون جا میفته. حتما با توجه به اینها اگه تونستین یک جمله بنویسین در کامنت ها که عالی میشه. اگر هم حالا به اون سطح هنوز نرسیدین چند نمونه از اینها رو یا ماه تولدتون رو چرا که نه میتونین کامنت بکنین که برای تمرین بیشتر بتونیم کار بکنیم. همچنین این ویدیو رو با علاقه‌مندان هم به اشتراک بذارین تا اونها هم با ما همراه بشن و توی ویدیوهای بعدی هم ما رو همراهی کنین. ممنونم از توجهتون.